هر وقتی تصمیم بگیری درس بخونی خدا تو رو قبول میکنه. هر وقتی تصمیم بگیری خوب بشید خدا تو رو میپذیره. اصلا نگاه به اون صفرات نمیکنه. کافیست که یه اشاره‌ای بکنید که خدا بفهمه تو داری باز میگردی. تو تصمیم گرفتی بر بگردید. تو تصمیم گرفتید عوض بشید. تو تصمیم گرفتید گذشته رو جبران بکنید. الله تبارک و تعالی دنبال بهانه میگرده که تو رو ببخشه، تو رو بیامرزه، گذشته تو جبران بکنه، تو رو تبدیل بکنه، به تو بها بده، به تو قیمت بده، به تو هویت بده، به تو کرامت بده، سعادت بده، شخصیت بده. افسردگی رو از تو دور بکن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب.